سلام خانم کریم. سلام عزیزم. خسته نباشید. وقتتون بخیر. بفرمایید. امروز اومدم چند تا از رایج‌ترین سوالا رو بپرسم ازتون. خواهش میکنم، در خدمتم. اولین سوال این که سنگ عباس‌آباد از شهر عباس‌آباد میاد. نه عزیزم، این درست نیست. اتفاقا خیلی از مشتریای ما هم این اشتباه رو میکنن. سنگ های عباس‌آباد از شهر محلات و از کوهی به نام عباس‌آباد استخراج میشه. سوال بعدی این که سورت‌بندی یعنی چی؟ سورت‌بندی یعنی اینکه سنگ از نظر کیفیت ظاهری، رنگ و ماسیب خوری از همدیگه تفکیک میشه و بعد چیدمان میشه که این فرآیند در 3 مرحله انجام میشه. اولین مرحله که تیپ سنگ ها بعد از ورود به کارخونه توسط دستگاه قله برش خورده میشه و به وسیله کفبرد جداگانه برش میخوره و از نظر رنگ بندی سرخ میشه و داخل پالت گذاشته میشه. دوم مرحله که سنگ روی خط تولید برای فرآوری گذاشته میشه و در آخرین مرحله توسط کله برد سورت‌بندی میشه و مرحله آخر سورت که سنگ‌های فرآوری شده توسط سورت‌کن تفکیک میشه و برای چیدمان نهایی آماده میشه. سوال بعدی این که کیفیت فرآوری و جنس سنگ‌های سورت ضعیف و سوپر عباس‌آباد با هم تفاوتی دارن؟ خیر، کیفیت اونها یکیه، چون فرآوری اونها به یک صورته و تنها تفاوتی که سنگ سوپر و ضعیف با هم دارن در تخلخل خود سنگه و همچنین در ظاهرش و سفید بودن و کرم بودن سنگ.